كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، شروع میکنیم از کتاب سوال و جواب فقه مذهب حنفی به نام خداوند بخشاینده مهربان. سوال 11 چنین است: کسانی را که بجز خداوند دیگر چیزها را میپرستند آنها را چی میگویند؟ جواب چنین است: آنها را کافر و مشرک میگویند. سوال 12 چنین است: کسانی را که معتقد به 2 یا 3 خدا هستند مانند مسیحیان آنها را چی میگویند؟ جواب چنین است: آنها را نیز مشرک و کافر میگویند. سوال 13 چنین است: انسان مشرک بخشیده می شود یا نه؟ جواب چنین است: انسان مشرک هیچگاه بخشیده نمی شود، بلکه همیشه در دوزخ و عذاب الهی قرار می گیرد اگر که در دنیا از شرک توبه نکند. سوال 14 چنین است: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی کسی بودند؟ جواب چنین است: بنده برگزیده و پیامبر خدا بوده و ما امت او هستیم. سوال 15 پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در کجا تولد شده اند؟ جواب چنین است: در سرزمین عربستان در شهر مکه مکرمه تولد شده اند. برادران و خواهران اهل اسلام، این بود 5 سوال و جواب. خوب خداحافظی میکنیم. ما را در وقت دعا یاد کنید. خیر در امان الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.